گلچین هفته. سلام. 106مین برنامه گلچین هفته را با ترانه عید آمد آغاز می‌کنیم. ترانه‌ای که شنیدید آهنگی بود از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از مولوی ساخته شده و سیما بینا آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. حالا به تصنیف کام دل گوش کنید. کام دل تصنیفی است از علی اکبر شیدا در چهارگاه. این تصنیف را شهرام ناظری به همراهی گروه سماعی اجرا کرده است.
من شیدانشین بوسه بده نازنین، خوش بگو خوش بخند جان فدایت. ای چشم و چراغ محفل من، میخندی و میبری دل من، دل من. بیا تا پیش روی دلگشایت، توی سویت درفشانم به پایت، توی سویت درفشانم به پایت. سرود بهار نام آهنگی است از فرهاد فخرالدینی که بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده و فریدون فرهی آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. آسمان آبی و ابر سفید، برگ‌های سبزبیز، عطر نرگس رقص باز، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای من. به گل بانگ این گل سرخ شادی دمی، خوشا چهره با شکوه امید. بهاران خوش است، گل روی یاران خوش است، شکست همه روزگاران خوش است. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، خنده گل، شور بلبل، صبح باد. آسمان آبی و ابر سفید، برگ‌های سبزبیز،
نرگس رقص باز، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای من. نرمک میرسد اینک بهار. حالا به ترانه بیرجندی شاه صنم با صدای سیما بینا به همراهی ساز منصور نریمان گوش کنید. گل ریحون چنین بویی نداره، آی دل مطاقته، دوری نداره خدا، دل مطاقته، دوری نداره. شاد صنم زیبا صنم بوس صنم لبهای تو، شاد صنم زیبا صنم بوس صنم لبهای تو، ابرشم قیمت نداره ای فزون موهای تو، شاد صنم زیبا صنم بوس صنم لبهای تو، ابرشم قیمت نداره ای فزون موهای تو. آی سر راهت نشینم خسته خسته یار گلم، آی گل ریحون بچینم دست دست یار گلم، شاد صنم زیبا صنم بوس صنم لبهای تو، ابرشم قیمت نداره ای فزون موهای تو. آی گل ریحون چنین بویی نداره یار گلم، آی دل مطاقت دوری نداره یار گلم، به قرآن مجیدم آیه آیه دلم هر لحظه دیدار تو مایه، اگر از طعنه های مردم نترسم به دنبالت بیایم مثل سایه یار گلم.
خانی بیار گلم به قرآن مجیدم آیه آیه دلم هر لحظه دیدار تو مایه اگر از طعنه های مردم نترسم به دنبالت بیایم مثل سایه بیار گلم شاطرم زیبا سرم بود سرم لبهای تو شاطرم زیبا سرم بود سرم لبهای تو ابرشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو حیف از اون موهای تو استاد جواد معروفی بر روی غزلی از سعدی آهنگی ساخته است که اهدیه آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
به رنگ اصفهان ساخته استاد علی نقی وزیری با اجرای گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور گوش کنید. و حالا به رنگ سگاه اثر شادروان روح الله خالقی با اجرای گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور گوش کنید.
از محمد رضا لطفی پیش درآمدی داریم در بیات کرد. این پیش درآمد را گروه شیدا اجرا کرده است. حالا که پیش درآمد بیات کرد را شنیدید، جا دارد که به آواز بیات کرد هم با تار محمد رضا لطفی و صدای هنگامه اخوان گوش کنید.
آواز بیات کرد را با صدای هنگامی اخوان به همراهی تار محمد رضا لطفی شنیدید و در همین جا 100 هفته به پایان می‌رسد. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.